سلام دوستان، امیدوارم حالتون از هر جایی که این ویدیو رو نگاه میکنید عالی باشه. برید یه دونه فنجون چای حتما بیارید که اصلا این بحثمون داغ‌تر از این در واقع فنجون چاییه. کسایی که واقعا ادعای اینو میکنن که دوستتون هستن، دوستی واقعی دیگه مرده. اصلا اینو دیگه نمیشد براتون تعریف نکنم، اصلا نمیتونستم چون خودمو بگم، با اینکه این شخص حقیقتش رو بهتون بگم توی ذهن من مرده، انگار نه انگار که اصلا هیچ وقت همچین دوستی وجود داشته. ولی چند روز اخیر مخصوصا خود خانواده من این بحث رو پیش کشیدن که در واقع راجع صحبت شد و من دوباره انگار که دیدید یه چیزی که توی مغزتون سعی کنید تمومش کنید و حلاجی کنید، بعد دوباره زنده میشه و فعال میشه. اینجوری شد برای من، برای همینه که دوباره یادش افتادم و همیشه فکر میکنم این یه چیزیه که هیچ کس، حتی اگر کسی که دوست نداره و میاد نیست که خانم اینجا مال زبانه نمیدونم اینا رو نذار، اینا اصلا من به توجه نمیکنم، اصلا برام مهم نیست، چون یه کلیکه. اینا همه میدونم که از نفرت داره میاد، چون که کسی یه کلیکه. من همه جوره دارم میذارم زبانمو، دارم مرتب میذارم. جدیدنم که خیلی فعالتر شدم و تون براتون اون انگلیس مکالمه در 3 روز رو میذارم. خیلی راحته، کلیک نکن. همه چی مثل یه ویترین مغازه چجوریه، مشخصه که ما اینجا چی میفروشیم. اینجا توی این ویدیو ما داریم یه مسئله شخصی رو میفروشیم. اونایی که دوست دارن پای گپ و گفتگو درد دل ما بشینن لطفاً بفرمایید. اونایی هم که نه، خواهش میکنم از اون اول اصلا ویدیو رو که میبینید میخونید موضوعش چیه، زبان نیست، کلیک نکنید. anyway بریم سراغ قضیه اصلیمون. کامنتاتون خیلی خیلی به من قوت قلب بده. لطفا نظرتون راجع به این قضیه حتما با من در میون بذارید و بریم سراغ اصل مطلب. خب یه دوستی داشتم به اسم ساناز که در ابتدا البته با خواهرم دوست بود و بعد با من دوست شد و صمیمی‌تر شدیم و این صحبت ها. ایشون که من که ساکن انگلیس هستم، برای اونایی که تازه اولین بار اومدن اینجا، من توی انگلیس زندگی کنم، ایشون ساکن آمریکا هستش. ولی خب دوستیمون از خیلی ساله مثلا دوران قدیم برمیگرده، چون مخصوصا که یه جای خانوادگی محسوب میشه دیگه. البته خب دوست خواهرم بود اول و بعد من از این طریق اصلا باش دوست شدم. بماند که این ساناز ما اینجوری با هم در ارتباط بودیم، همیشه فعالانه با هم صحبت میکردیم و از اینجایی شروع شد که من که در واقع میخواستم برم ایران توی اون بازه زمانی و ایشون اون موقع با یه آقای دوست شده بودین ساناز، که حالا من که توصیفش هم بکنم براتون نه بگید که چرا، خب ویژگی های فردیشو دارم میگم. یه شکل خاصی شما که نمیشناسینش، یه شکل خاصی ازش، یه آدم خیلی توپلو، در واقع چجوری بهتون بگم، صورت گرد و یه دختر جوونی که مثلا خیلی اتفاقا اوکی بود، مثلا میدیدش میگفت که آخه دختر خوبی به نظر میرسه. اما حالا غافلگیر میشین که در واقع چی شد. به ما اصرار که حالا که تو توی ایران هستی و من با یه آقا پسری دوست شده، با یه پسری دوست شده بود که در واقع حالا ما به اون شخصی مموشی داستان اونم میفهمیم که چرا ما میگیم مموشی، ولی اصرار که تو برو اینو ببین. بعد من میگفتم که آخه من الان یه موقعیتی ندارم که بخوام برم. مثلا توی یه بازی بود که هممون توی یه گروه اد شده بودیم و از این طریق همه در ارتباط بودیم به صورت آنلاین توی این بازی و من زیاد اهل بازی نیستم، ولی خب حالا این یه استثناء بود و در واقع اونم تو همین گروه ما و ایشون اصرار داشت که میشه برید مثلا اینو ببینید فلان اینا، که البته ما هم خانوادگی ها، که من اصرار میکردم که اوکی. اصلا آخه میدونی پیش خودم میگفتم که چه دلیلی داره که من برم اینو ببینم، آخه مثلا چه چیزی داره که دوست یکی مثلا اون ور این ور اینو ما بریم ببینیم که چی آخه مثلا. بعد انقدر که این اصرار زیاد شد، دروغ چرا بگم، من حقیقتش رو میگم، تو مغز خودم این برداشت کردم که شاید میخواد اصلا چه میدونم یه پوزی بیاد، شاید میخواد یه مثلا
حالا با نشون دادن یه سری چیزا که من حالا وارد جزئیات نمیشم، حالا چه میدونم، حالا شما اسمشو بذار، چیزای بگم حالا مثلا چیزای مادی، چیزای لاکچری، چیزای که مثلا ممکنه به قول خودمون ایرانی‌ها دهم پر کنی باشه، ماشین، خونه، هر چی. من این برداشتم بود که شاید اون به عنوان یه دوست داره اینو از من میخواد که خودی نشون بده جلوی دوستش و من هی دارم میگم نه 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 نه. اون لحظه گفتم که حالا نرید بگید که وای تو فلان چیزی از اینایی که میگم. خودتون میدونید که زندگی و سبک و حد و حدودی که توی ایران میتونید باشید با انگلیس فرق میکنه. خلاصه جونم براتون بگه که من با این دید نگاه میکردم که دارم به دوستم کمک، یعنی آبروی دوستم میخرم، بس که اصرار کرده بود و من نمیفهمیدم این اصرار برای چیه. ولی گفتم خب اگر همچین هدفی داره بذار روش رو زمین نندازم. اوکی آقا قرار گذاشتیم، نه من تنها، من خانواده‌ام هم دارن این ویدیو رو نگاه میکنن، پس مطمئن باشید که دارم دقیق براتون میگم. من تنها نرفتم ایشونو ببینم، با خانواده رفتم. خب با خانواده رفتم به اصرار خانم ساناز قرار گذاشتیم. این آقا پسرم البته بهتون بگم که ایشون از نظر شخصیتی حداقل انقدر شرفشو داشت که نیاد یه همچین کاری بکنه که کسی رو به کسی ببنده یا خودش رو به ما ببنده. ولی خب از نظر ظاهری و خدای نکرده برداشتی نشه، میگم یعنی انقدر من فکرم به کجاها رسیده بود که مثلا به فکرم خطور نمیکرد بخواد ساناز یه همچین چیزی رو به من ببنده، که مثلا فکر میکردم که مثلا ساناز الان مثلا چه کسی رو انتخاب کرده اینا. بعد که دیدم گفتم که مثلا آخه مثلا یه پسری که مثلا همخونی بگم داشت یا نداشت، حالا نمیخوام اینجوری نظر بدم، قشنگ نیست، ولی خلاصه حالا حداقل بهتون اینجوری بگم که دیدگاه من چیز برجسته‌ای نمی اومد، اینطوری بهتره بگم، حداقل دیدگاه و نظر خودمه. خب از نظر اینجوری بهتره بگم که از نظر ما برجسته نبود، ولی از نظر ساناز از سرش هم زیاد بود، چرا که دروغ بهتون بگم. چون قرار بود که حالا به گفته خودش هدفدار بود این دوستی. و جونم براتون بگه که ما رفتیم اونجا که حتی پدر من گفتن که من مجبور شدم تازه کلی هم به بابا و مامانم توضیح بدم که ساناز همیشه مامان من مخالف بود با دوستی با ساناز، چون مامان من همیشه میگفتش که از نظر شخصیتی ساناز به تو خیلی نمیخوره و خیلی توی یه چیز نیستین، توی یک چی میگن تیپ شخصیتی نیستین. و بابام هم هی سوال شد براش که آخه این آقایی که داری مثلا ایشون که با شما چیکار داره، این اصلا به شما نمیخوره. و اسمشو گذاشت مموشی. بابام اسمشو گذاشت مموشی همونجا. گفتش که بابا جون این مموشی که دنبال خودتون راه انداختین. و جونم براتون بگه که ما هم خب مجبوریم توضیح بدیم که آقا طرف یه همچین صحبتی کرده، چیزی هم خواسته، ما نخواستیم روش رو زمین بندازیم، این بوده داستان. خلاصه ما نشسته بودیم، دوستم اومد خونه ما، یک دوست دیگه. چند روز گذشت، نمیدونم دقیقا چند روز، ولی دوستم اومده بود و داشتیم با هم میگفتیم میخندیدیم اینا. ساناز شروع کرده بود هی اون موقع تو اپلیکیشن لاین بود که حالا مثلا تو ایران میشه صحبت، هی شروع کرده بود پیام دادن که میشه چرا جواب منو نمیدی و اینا. گفتم که دوستم اینجاست، ناراحت میشه اگر که با تو، چون منم حالا مدت کوتاهی پیششم، بالاخره دوست دارم که وقت بگذرونم با بقیه اینا. و بعد شروع کرد هی پیام دادن تا اینکه یه دفعه دیدم که زده که تو با مموشی چیکار داشتی؟ تو چرا با مموشی؟ بعد اصلا من شوکه شدم. من اینجوری بهتون بگم که انقدر حالم بد شد و هنوزم
انگار که خواب و رویا بوده که اصلا این کلمات دقیقش رو یعنی هنوز یادم میاد، ولی یادمه که حتی مثلا جوری نبود رابطه ما که فحاشی باشه یا مثلا چی میگم تون صحبت کرد، فوش میداد، یعنی قشنگ پیاماشو اینطوری شروع کرد بعد از اینکه چرا جواب نمیدی، که فوش میداد و میگفتش که تو با این یه داستانی داری، تو با این ریختی رو هم. که اولین واکنش من این بود که میدونم داری شوخی میکنی ساناز، مطمئنم که داری شوخی میکنی. بعد که یه دفعه دیدم نه جدی، واقعا فکر کردم داره شوخی میکنه ها، و بعد دیدم که نه جدیه، واقعا فکر کردم داره شوخی میکنه. باورتون میشه؟ بعد از اونم انقدر، یعنی بهتون بگم به معنای واقعی که میگن فکم قفل شده بود، واقعا نمیتونستم مثلا چی باید بگم. از اون طرف هم مثلا رابطه که با دوستم اونجا کنارم بود و با هم وقت میگذروندیم، دوست نداشتم خراب بشه، ولی دیگه اصلا نمیتونستم لذتی ببرم. خلاصه دیگه از اون روز برای همیشه از ذهنم پاکش کردم، چون اصلا خیلی سورپرایز شدم و با خواهرم هم در میون گذاشتم که حالا بماند، ولی حالا با خواهر من که حالا در واقع با شوهرش زندگی میکرد، با فامیلای شوهرش هم همونجا توی آمریکا مثلا با اونا رفته بود دوست شده بود، در صورتی که مثلا معمولا وقتی که یه نفر با حالا یه بار توی مهمونی که خواهر من مثلا اونو دعوت کرده و فامیل‌های شوهرش هم دعوت کرده بوده، قاعدتا نباید اینجوری باشه که اون با اون یه بار حرف بزنه، خونه اینا آشنا بشه و بعدم با هم برن بیرون و الو بلو جیمبه. با هم ریخته بودن رو هم و با خواهر منم که کلا قهر کرده بود و میرسیم اینا همزمان اتفاق افتاد. و حالا چی شد که چند روز پیش دوباره یادم اومد اینکه خواهرم به من گفتش که به گوشش رسیده با همون آدم هایی که در واقع فامیلای شوهرش که ساناز هنوز راجب من داره صحبت میکنه، دروغ میگه، به هم میبافه همه چیو که فلانی اینطوری، فلانی اینطوری، فلانی اینطوری، فلانی اینطوری. که پیش خودم گفتم من ساناز توی ذهن من مرده. من حتی توی این سالها تا زمانی که یکی دیگه منو یاد ساناز نیفتاد هیچ وقت یادش نیفتادم. چرا؟ چون اون موقع انقدر ضربه سنگین بود که همونجا دفترشو بستم. میدونی؟ یه تصور دیگه ای داری مثلا از یه دوستی یا یه شخص، بعد یه دفعه یک چیزی تو رو شوکه میکنه، خب تو مغز خودت تمومش میکنی دیگه، میگی اوکی این آدم اون چیزی نبود که من فکر میکنم، دفترش رو میبندم برای همیشه و میذارم کنار و همین کارم کردم. اوکی این شخص فقط خوشحالم که به من نشون داد هر چه زودتر که اونی نبود که من فکرشو میکردم و تموم شد. و دیگه هم فکرشو نکردم تا اینکه شما حسابشو بکنین چند سال داره میگذره. تو این چند سال که حتی این شخص به ذهن من خطور نکرد، ایشون داشته همینطوری راجع به من حرف بزنه. اصلا مگه تو چی میدونی از من؟ اینجوری بود روابط که معمولا من هیچی از خودم نمیگفتم، اون خیلی درد و دل میکرد راجع مثلا حالا با این با پسری که دوست شده بود. خب طبیعیه که وقتی که دوتا دوست با هم حرف میزنن و یکیشون مثلا با یکی دوسته حالا مثلا دوره اینا هی حرف میزنه دیگه، اونم برای من درد دل میکرد که من همه چی راجع به اون میدونم که هیچ وقتم دوست نداشتم بهش بکنم دیگه، مثلا به یادم نیومد. اما میخوام بهتون بگم چقدر دوستی ها فیک شده، چقدر متاسفانه کسایی که ادعا میکنن دوستتون هستن و الانم داره به من میرسه. برای من حل شده است، برای من حل شده است این موضوع. تنها چیزی که ناراحتم میکنه اینه که ممکنه مثلا اطرافیان من، خانواده من هر دفعه یادش میفته. این برای من بدتر از اینه که مثلا چون خودم خدا رو شکر میکنم یه همچین توانایی بزرگی بهم داده که دیگه خودم رو اذیت نمیکنم. یعنی وقتی که میبینم که یه نفر اونی نبوده که نشون میداده، به زودی حالا حداقل در مورد این شخص یا چند مسئله دیگه که پیش اومده راحت میتونم بگذرم. ولی
اینکه مثلا چون خانوادگی بوده یه چیزایی به گوشتون میرسه دیگه خودتون میدونید دیگه. بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم. اینم بالاخره یه پلتفرم یا یه سکویی هستش که من دوست دارم و هر موقع که درد و دل دوست دارم میکنم، چون میدونم که شما تو زندگی نزدیک شاید منو نمیشناسید و بدون قضاوت بدون هر چیزی به حرفای من گوش میدی. کامنت هایی که میگیرم خیلی خوشحالم میکنه و 100 تا دوست صمیمی برای من صمیمی‌تر هستین بعضی وقتا. ممنون از اینکه به حرفای من گوش دادین. خسته شدین. یادتون نره که به هر حال درسای دیگه ادامه داره، فقط اینا نیست. خداحافظ.